السلام علیکم داملای محترم، برادر عزیز و مهربان. وقتی که صدای شما را میشنوم از شادی بسیار به هیجان می آیم و خواهش دارم که همین جمعه جواب مکتوب من را گردانید. اینجا در خواهر عزیز یک نام دو داملا را گرفته است. راستی بار ما از خواندن نام این داملاها البته دور می ایستیم، فقط آوازه بود است که یک داملا را اینجا نامش گرفتن که به اجازت پدر و مادر دختر و دخترهای اونها را شوهر می دهد، بچه های اونها را زن می دهد. راستی بار در حق داملا تهمت های زیاد خیلی زیاد است، لیکن برادرای خیلی عزیز و گرامی، از همه شما یک خواهش برادرانه من همین است که زبان از غیبت عالم ها دور دارید. هیچ وقت به اهل علم، هیچ وقت به پیشواها زبان درشت، زبان تهمت نکشایید. و این داملا هم البته این حقوق هم ندارد که دختری هر کسی را که خواهد در هر کس دادن گیرد یا بچه هر کسی را که خواهد زن دادن گیرد. این کار داملا هم نیست، مگر من گمان میکنم که و شاید دلالت کرده باشد که کدام شما اگر دختری به شوهر دارین اعلان کنین تا که مثال مردم آگاه شوند، دخترهای شما را در بچه های خودشان تسلیم کنند. شاید همین قدر گپ باشد، از این زیاد دیگر چیزی نیست. و دویم اینجا یک داملای دیگر هم این خواهر عزیز نام گرفتند که در موعظه ها بسیار سخنهای درشت استفاده میبرد و کلمه های بی‌حیانه را استفاده میبرد. خواهش از شما دارم که مقصد یعنی به همین دامله ها رسانین تا که از گفتار این کلمه های خیلی ناخوب دور ایستند. البته خواهر عزیز، الله در قرآن تمام واعظان، تمام پیشواها را سپارش می‌دهد: ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. همیشه بندگان خدا را وقت موعظه میکنین با سخنهای خوب، با سخنهای نیک بنده های خدا را دعوت کنید و شما در حالت موعظه هاتان کلمه های قبیح، سخنهای درشت استفاده نبرید، زیرا که از پیغمبر خدا این گونه دعوت هیچ وقت صادر نشده است. و این خاطر میلش بعضی دامله هایی که عصبانی میشوند، سخنهای گویم سخت در سخنرانیشان استفاده میبرم، اینم گمان میکنم که از روی دلسوزی است. باور که میبیند حال مسلمان ها را در یک حالت خیلی ناخوب، میبیند دخترهای مسلمان ها را در حالت ناخوب، بچه های مسلمان ها در حالت ناخوب، خیلی باور که عصبانی میشوند، خیلی ناراحت میشوند. این از روی غمخواری اونها باور که صدا میدهد. این به خاطر دیگر یگان گویم که فعلی بدی اونها یا یگان غرض دیگر داشته باشند، فکر میکنم از این نیست، فقط همش از روی دلسوزی است. شما میبینید که وقتی که پیشواهایی که یگان سخنهای سخت میگویند، در حال بیچاره مورد فشار و مورد عذاب قرار میگیرند. آیا اونها میخواهند که مورد فشار و عذاب قرار گیرند؟ نه، لیکن به خاطر خدا و پیغمبر او این جمله های سخت استفاده میبرند. و این خاطر دادرای عزیز و خواهرای عزیز، هیچ وقت ملال نشوین وقتی که از پیشواها گاه وقت شما صداهای مثال گوییم که سخت یا یگان سخنهای قبیح را میشنوین. همه این از برای خدا هست، همش به خاطر دین هست. نمیکنه دیگر بعضی دامله هایی که گوییم که امروز خاموشی را برای خود اختیار کردن، یعنی یک بنده خدا را دعوت کنند. برای دعوت کردن هم غیرت در کار، جسارت در کار. خب درود و رحمت و برکات در عمر و جان شما داملای محترم. حمد و ثنا به خداوند عز و جل و حبیب او محمد صلی الله علیه و سلم. عذر دارم
از سبب مریض بودن معده هم امسال روزه نگرفتم. نمازهای 5 وقته و جمعه را به وقتش میخوانم و خواهم خواند. سوال تعجیلی: در حالت روزدار نبودنم نماز تراویح را بگذارم یا نه؟ التماس در همین جمعه جواب دهید. برادر عزیز، چگونه که الحال من در آغاز صحبت برای شما قید کردم، مادامی که این برادر ما بیمار است و روزه را به عذر خورده ایستاده است، با طریق اولا نمازهای 5 وقته، نماز جمعه، حتی تراویح را هم آمده خواندن تو لازم و شرط است. بسیار درست میشد. البته تو در نگرفتن روزه در پیشگاه خدا گناهگار نیستی، زیرا تو عذر داری، مقصد بیمار هستی. از این خاطر تراویح تو البته با طریق اولا درست است، خواندن بگیر. السلام علیکم و کیدام الله حاجی میرزا، من یک خواهر اسلامی شما سوالی دارم. برای خاطر رمضان ما می توانیم که برای کسلی زنانه نشدن دارو استفاده بریم؟ یعنی زنا کسل زنانه دارن، خب برای خاطری که در رمضان مقصد بیمار نشوم. شما میدونید که کسل زنانه کمترینش 3 روز است، اکثرش 10 روز است. مقصد در همین ماه من بیمار نشوم گفته داروها هست، استفاده میبرند، همون پیش راهی گویم رحم زنه میگیرد و این ماه وی بیمار نمیشود. خدا رحمت کند صاحب فتاوای محمودی را، خدای نظر که از دارالعلوم زاهدان جمع مولوی ها همگی کتاب درست کردن، از تمام حدیث های پیغمبر خدا جمع کردن. حضرت در کتابش بیان میکند که اگر همین داروی استفاده میبرد همین زن، اگر به جسم او ضرر نآرد، درست است در رمضان دارو استفاده برد تا که بیمار نشود. درست است، فقط اگر در جسم او، در جان او همین دارو ضرر نآرد، برای خاطر رمضان استفاده بردنش درست، برای پیشگیری برای کسل حیض. حتی که خدا رحمت کند علمای ما و شما برای موسم حج هم زنها را اجازت دادند که مقصد حج می روند، برای طواف خانه کعبه را در حالت حیض کردن که وارد مسجد ممکن نیست، برای خاطر حج اگر همون داروها را استفاده برند که بیمار نشوند درست است. دوم، مسافه مسافری چند کیلومتر است؟ همین کتاب فتاوای محمودی دا از مفتی رشید احمد خدا رحمتش کند دلیل آورده است که 77 کیلومتر خودش مسافه مسافری هست گفته است. در همین دوم کتاب فتاوای محمودی از یا یکم کتابش در کتاب صلات همین فتوا را محمود، یعنی فتاوای همین مفتی رشید احمد میارد که 77 کیلومتر شما از خانه بیرون شوین شما حکم مسافر دارید. سیوم، زن در جنت اگر 2 شوهر میکند آنها وفات میکند، با کدام او در جنت هستند؟ مثلا زنهای هستند در دنیا 2 شوهر میکنند، 3 شوهر میکنند، شوهرهاشون از دنیا میگذرند، روز قیامت البته زن همراه شوهرش در جنت است. اینا با کدام شوهر وارد جنت میشوند؟ اگر خداوند زنی که صاحب 2 شوهر باشد، 2 شوهر شد، مقصد همراه خودش 3 کس، اگر همین 3 نفر وارد جنت شوند، حدیث از ام سلمه هست، حدیث مشهور است، از پیغمبر خدا پرسیدند ای حبیب خدا، اگر زنی که در دنیا 2 شوهر داشته باشد، مقصد 2 شوهر کرده بود، با کدام این در جنت است؟ رسول الله گفتند که روز قیامت خداوند این زن اختیار میدهد، کدام شوهری را که از این 2 شوهر اختیار میکنی. این زن در دنیا که اگر با کدام این زندگی خوب داشت، کدام او اخلاقی خوب داشت، رفتاری خوب داشت، و یا برای خودش اختیار میکنه. به نام خداوند بخشاینده مهربان، الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله و آله و اصحاب اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از سلام برایتان برادر اهل اسلام از درگاه الهی ایمان کامل، توفیق و انصاف، تنصیحاتی و خانوادی را تمنات می نمایم. مقصد نامه به نام مبارک شما عزیزان نوشتنمان از آن است که ما یک گروه زنانی
محکوم شده درباره یک برادر نهایت گرامی قدر حاجی میرزا معلومات پیدا نموده، ثبت ها و دیسک های امر معروفی نموده ایشان را گوش کرده خیلی خوشنود شدیم و کمی هم باشد از چی بودنی گناه و ثواب خبردار شدیم. اینا زنای هستند که در ترمه هستند، همونا مکتوب روان کردن. برادری عزیز شاید نامه مرا گرفته حیران شوید، البته ما از روی نافهمی و گمراهی امروز گرفتاری محبس گردیدیم. اکنون از رفتار و کردارهای ناشایسته خود خیلی پشیمانیم. افسوس میخورم. اکنون میخواهم که اگر شما همچون برادر اسلامی قدم مبارک خود را سوی ما زنان عاجز و گمراه رنجه نموده چند پند و اندرز بهرمان عرض می نمودید، اجر و ثوابیت زیاد را خداوند برایتان ارزانی می نمود. از شما خواهش می نمایم که این نامه مرا بی نتیجه نگذارید و از حال زار ما مادران زنده به گور خبردار شوید. امروزها بسیاری زنان مسلمان برای پاره نان ایمان خود را فروخته گمراه گشتند. شما که از علم و اسلام قرآن با خبر هستید، البته باید برای این مسئله خلاصه برارید. آمدن شما را ما زنان مظلوم و منتظر بی نهایت انتظاریم. باقی خداوند توفیق و انصاف را برایتان ارزانی نماید. در امان خدای عز و جل باشید. خدا حافظ، با امید روز دیدار. یعنی انشاءالله ما اینا وقتی خواندیم نیت کردیم که یک روز خدا خواسته باشد جدا میکنیم و نزد این مادر و خواهر رو البته حاضر میشویم، و زیرا که بعضی خبرها هم از همان محبس خانه آمد که نصرانی ها رفته اینها را به طریق دادن پول و دادن آذوقه از دین اسلامی گردانند، در دین نصرانی در آورده ایستادند. این خیلی البته گویم مصیبت است، کوشش کنیم، ولی که اونها بیچاره در داخل محبسند، اونها گویم عذر دارند، احتیاج به پاره نان و احتیاج به پول دارند. به این خاطر بعضی‌هاش ایمانهای خدا میفروشند، اگرچند این جنایت است، این گناه است، لیکن امروز بنده های خدا در همین آزادی حتی ایمان خدا فروخته است. در همین آزادی امروز بعضی نصرانی هایی که در شهرهای ما و شما جای گرفتن، فرزندای ما و شما را با آموختن یک علم کامپیوتر از دین اسلام بیرون میکنند، در دین نصرانی میدرارند. پدر مادر او خرسند است که بچه من علم دنیا را میگیرد. این علم دنیا به خدا قسم این سبیل سری پدر مادر میشود. شما اهمیت دین بچه های شما کجا میروند؟ پیش کیها در تعلیم میگیرند؟ در همین شهر ما و شما اونها کوشش دارن به واسطه انچه یک گویم آذوقه یا که تعلیم های علم کامپیوتر یا دیگر فرزندای ما و شما را از دین اسلام بیگانه میکنند. داملا السلام علیکم. پدر من در روسیه کار میکند، پول روان میکند. مادرم پول را صرف بیهوده میکند، مهمانداری، دوگانه بازی، بازار روی. باز ما را میگوید که اگر پدرت پرسد گوید که لباس امان خرید، خوراک امان خرید. چی باید کرد؟ سخن مادر را گیریم یا نگیریم؟ بابای حاجی میرزا، من در همین زندگی میکنم، در همین محله باشد. پدرم از مادرم با 15 سال هست که زندگی نمیکنند. ما مادرمان را میگوییم که بیا زندگی کن، میگوید که نمیکنم. از گردن ما ساقط میشود یا نمیشود. خب این دویم شکایت است از مادرها. اینجا یک شکایت دراز دیگر است، وقتی زیاد میگیرد. مثلا بسیار بیچاره این برادر ما هم صاحب 3-4 فرزند بوده است، معلومات عالی دارم، 30-31 ساله هستم. خب یعنی مقصد از شکایتش از همین است که به نهایت مورد به احترامی در نزد عائله خودم قرار گرفتم. چیکار کنم؟ راهی خلاصی از این را برای ما شما نشان دهید. شما اگر همت آگاه باشید، اکثری سوال و جواب ما و شما شکایت از زنها، شکایت از دخترها می شود
و راه خلاص از ما میپرسند. ما چندین بار اینها را جوابها گفتیم. سوال یکمی که این دادر عزیز برای ما کرده است که پدر من در روسیه کار میکند لیکن پول او ذخیره نمی شود بلکه در راه بازار روی و دوگانه بازی و مهمانداری صرف می شود. باز برای ما مادرمان این گونه تعلیم میدهد چیکار کنیم؟ البته جوانای عزیز، سخن پدر و مادر وقتی قبول می شود که خلاف قرآن و حدیث نباشد. اگر سخن پدر و مادر خلاف قرآن و حدیث باشد ما اینجا سخن پدر و مادر قبول نداریم. اگر این گونه مادر بیرحم و بی انصافی که گویم شوهر او که یکی از بزرگترین شخص ها برای زن این شوهر می ایستد، او را بی حرمتی کرده و او را در یک حالت وزنی قرار داده، چهارسومی که وی بخیلی مشقت و دهشت به دست می آرد این گویم که بی رحمانه وی صرف می کند، این خیلی زن بی انصاف و بی رحم است. حبیب خدا در حدیث های مبارک می گوید کسی که اگر رحم به مردم ندارد خدا به او رحم نمی کند. مادامی که تو با یکی از عزیزترین شخص برای تو شوهرت است وقتی رحم نداری انصاف نداری والله که خدا به تو واری زن هیچ وقت رحم نمی کند. از این ده بی انصافی دیگر نیست. وقتی که مبلغی که وی روان میکند برای خاطر فرزند، تربیه فرزند، آبادی خانه، این پول در راه نادرست وقتی که صرف میشود، این خیلی بیرحمی هست. من بسیار خوب میدیدم که این مادرهایی که امروز شوهرهاشون در روسیه هستند پولی که روان میکنن برای تربیه فرزندهاتون روان کنید، برای آبادی خانه هاتون روان کنید، برای تعلیم فرزندها آموختن علم قرآن را صرف کنید تا که برای شما یک خزینه در آخرتون شود. یا مادری که گفته است من با این شوهر زندگی نمی کنم اگرچه 15 سال اینها قهری هستند. 3 روایت حدیث است، در یکی از اونها گفتگی هست پیغمبر خدا که 3 طایفه است که از رحمت خدا دور است، در لعنت خدا گرفتار است. دویم روایت این است که 3 طایفه هست که خداوند نماز این عبادت اینها را یک وجب از بالای سرشان دیگر بالا نمیبرد. 3م روایت این است که خداوند 3 طایفه را هیچ وقت عبادت چه قبول نمیگرداند. 3 روایت برای 3 طایفه. یک طایفه همین کین است و امرأة باتت و زوجها علیها غضبان. و مردی که در یک خانه زندگی میکنند و با یکدیگر قهری هستند. شوهر بالای زن غضب دارد، این گونه زن خداوند از رحمتش دور کرده است، نماز او را قبول نمیگرداند، تمام عبادتش یک وجب از بالای سرش بالا نمی شود. خواهر عزیز اینقدر ملامت و اینقدر عذاب به سر خود میگیری در یک دنیایی که امروز یا فردا جان به حق تسلیم میکنی. آخه از خدا نمیترسی، از عذاب پروردگار نمیترسی. و ما جمعه گذشته یک پشیمانی یک مادر برای شما خواندیم که فرزندا امروز مورد تحقیر قرارش دادن که خانه ما را تو بے فیض و بے برکات کردی زیرا پدر ما از تو ناراضی مرد. و تو فردا هم تو هم وارد همین تحقیر باز قرار میگیری که نزد فرزندای خودت دیگه قدر پیدا نمیکنی. از خدا ترسیدن در کار، شوهرها را احترام کردن در کار، به قدر شوهرها رسیدن در کار. این برادری که یک نامه نویسنده است، شما نامه را دیدیم پشت رو پر از بیچاره، فقط شکایت از چیکار کنم 4 فرزند زیبا دارم لیکن ذره در خانه قدر و قیمت ندارم، چیکار کنم؟ مثلا بیچاره در همه درد و در همه غم و مشکلات روبرو می شود. این خیلی آدم دیندار است که مراجعت کرد و الا دیگر جوان میشید حالی زیر لب کو قرارش داده بود با 100 طلاق دیگرش کرده بود و از خانه پیشش کرده بود. آخه اینم از دست جوانا می آید.
تا این روزال تا حال ما کسی را دلالت نکردیم که زن تا طلاق ده. لیکن اگر همچنان معامله زنها رفتن که گیرد، آینده مجبور میشم که گویم از خانه پیشان کنید طلاقشون دید و جانتان خلاص کنید. و شرط است تا همین اندازه ما و شما آمده رسید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میفرماید: لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. اگر سجده کردن آدم درست میشد، هر آینه امر میکردند که زنها شوهرهاشون سجده کنند. و سجده کردن آدم درست نیست، لیکن اگر درست میشد اجازت میدادم که زنها شوهرهاشون سجده کنند. برای چی؟ به خاطر که حق بزرگه که شوهرها بالای زنها دارند. و شما هم خواهرای عزیز حق دارین، شما هم بزرگی دارین، شما هم شرف دارین، لکن شرف و بزرگی مرد از شما بالاتر است. به قدر شوهرهاتان رسین، از عذاب پروردگار ترسین. خیلی مصیبت است به خدا. در یک خانه، در خانه مهنت کرده مرد زندگی میکنی، بیچاره تا بیگاه کار میکند، آب و نان تأمین میکند، با او قهری هستی. تمام ملائکه ها به خدا، تمام پرنده ها، تمام آن چیزی که در روی زمین است برای این گونه زن لعنت روان میکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در وقت نماز شام خفتن، چراغ را خاموش کردن درست است؟ نه، درست نیست. در روشنی نماز خوانیم. آیا در مسجدی که ملایش ریش نداشته باشد یا که محراب نداشته باشد نماز خواندن درست است؟ در این بابت التماس کمی هم باشد روشنی اندازید. با احترام، یک گروه مخلصان اشدی شما از شهر کولا. برادر عزیز، اکن ملا ما جمعه گذشته بود برای شما رسانیدیم، ملا باید ریش داشته باشد، پیشوا باید ریش داشته باشد. و این ریش نه برای یک ملا و پیشواست، بلکه به گردن همه شما امروز ببینید مصفیدا را میبینی ریش ندارن، عیب است آخر. فقط یک ملا نه، یک پیشوان همه شما در سنت از ریش گرفتن. جوانا را آستین کلته نماز خواندن نمیمانیم، سر ریش نماز خواندن در همه شما دلگیر میشه، لیکن خیلی نه سله دارین، نه ریش دارین، نه یگان لباس سنتی دارین. بهتر و خوبترش همین است که همون ملای که ریش دارد از پس او نماز خوانین. اینش به شک و به شبهه هست. از پس نه ملای بیریش نماز خواندن مکروه است. کراهیتش در تمام کتابای فقهی آمدگی هست. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من به شما یک سوال دارم. ولی یک مکتوب همین جا هست، اگر نوبتش آید ممکن خوانم. یک برادر عزیز حتی مکتوب در دستش گرفته به خانه را آمده است، ریش مانده است بیچاره. تایی میگه 2 هفته است که زنم قهر کرده است، خانه رفته است که تو ریش مانده. ببین چیکار کنم؟ ریش ما بتراشم داملا یا که چی خیلی کنم؟ و تو را ضعیف، اگر ایمانت اینقدر ضعیف که میشد همون نمیماندیش. و نخواه این زن نمیداند آخه این سنت پیغمبری خداست. نخواه زنهای ما خلافی گفته قرآن و خلافی گفته حدیث رفتار کنند. نخواه که زن ما را دلالت کند بر گناه و در گناه زن اطاعت کنیم. این چه خیلی جوانیت، این چه خیلی غیرت است. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من به شما یک سوال دارم. وقتی که جسد در قبر میمانند و در حال پرسنده ها به پیش این جسد می آیند،
و با آن جسد با کدام زبان سوال و جواب میکنند؟ التماس با سوال ما جواب گردانید. یعنی وقتی که پرسنده ها از جسدهایی که در قبر گذاشته می شود سوال میکنند من ربک و من نبیک و ما دینک، پروردگاری که تو کیست، پیغمبری تو کیست و دینی تو چیست. این با زبان عربی می شود و خداوند برای تمام بندگانش تلفظ کردن با زبان عربی را آسان می گرداند و مهیا می گرداند که هر کدام ما و شما آزاد زبان اونها را می فهمیم و با زبان همونها جواب اونها را می گردانیم. السلام علیکم بابای حاجی مرزا، با سوال من التماس جواب دهید که مادر من کسل قند و کسل دل و کسل فشار خون هست، برای آن مادر روزه داشتن ضرور است یا نه؟ و من گوید با احترام فیضا سفرعلی از قشلاق رحمان بردی سری چشمه. ما گفتیم که این که سه بیمار است بیچاره، اگر یکی از این بیماری ها را داشته باشد این مادر، برای این مادر تا تبابت کردن تا صحت یافتنش روزه را خوردنش برای این گناهی نیست. خب بابای حاجی التماس دارم که با سوال من جواب گردانید. آدمی که بیماری قند و دق نفس می باشد در طهارتش و روزش اوکال یا دارو ریزد، طهارت و روزش می شکند یا نمی شکند؟ یعنی بیماری هایی که امروز هستند و وقتی که احتیاجی به اوکال می شوند، اوکال می گوییم ما شما، آیا روزه هاشون می شکند یا نمی شکند؟ همون فتاوای محمودیه که من در آغاز برای شما نام او را گرفتم، در همین فتاوای محمودی هم آمده است که اوکال روزه را نمی شکند. فهمیدید؟ اوکال روزه را نمی شکند. فقط خدا رحمت کند امروز بعضی از پیشواهای ما و شما همون گلوکوز را میگد اگر در رگ گذرانند و قوت میبخشد همونش می شکند. دیگر اوکال هایی که برای شما میکنند وایش میگد روزه را نمی شکند. حتی همین فتاوای محمودی هم به همین چیز فتاوا دادگی هستند. برای همین دادرایی که امروز بسیارش دندان درد هستند، دندان میکنن، اوکال میکنن، دیگر احتیاط کنین که همون خونی که از دندان جدا میشد در حق تا نرود، انا همونش روزه را میشکند. خب کندنی او، اوکال کردنی او روزه های شما را نمیشکند. فقط کاری کنین که همون آب اوکال است یا آب همون خون دهان شما در حلق شما نرود. سوال از کوچه کیروف. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما یکی از مخلصان اشدی شما می باشیم. ما از شما خواهش داریم که در همین روز جمعه سوال ما را جواب گردانید. در محله ما یک پیشوا هست، علم خوب دارد، در مسجد امر به معروف میکند، لکن زن و فرزندش در فرمانش نیست. با این خیل پیشوا چی گفتنی هستید؟ و سوال دیگر هم این است که با این زنهایی که شوهرانشان در روسیه کار میکنند، پولهای روان کرده شده رو اسراف میکنند، با این اسراف کننده ها چی گفتنی دارید؟ این سوالی دویم شما جواب گفتیم که مادرای عزیز در حق شوهرهاتان چه در روسیه باشند چه در اینجا باشند رحم و انصاف کنید، احترام کنید، قدردانی کنید. انشاءالله شما فیض دنیا و آخرت نصیب می شوید. و شخصی که نماز مردم می خواند لیکن زن و فرزند او در اطاعت او نیست، از پس این گونه پیشوا نماز خواندن درست است یا نه؟ درست است برادر عزیز و گرامی. اگر پیشوایی باشد که همیشه کوشش کننده باشد که زن او، فرزندهای او اهل اسلام، اهل ایمان باشند، از احکام و ارکان دور نباشند، لیکن اونها به این پیشوا گوش ناندازند، اهمیت ندهند، از پس این گونه شخص ما نماز خوانیم باقی ندارد.
لیکن شخصی که اگر در زن و فرزند اهمیت ندهد، هر کاری که اونها به حیایی و به شرمی که خواهند کردن گیرند ما راضی باشیم، انا این گونه پیشوا را از پسش نماز نمیخوانیم. شخصی که راضی باشد در همون به حیایی و به شرمی و گویم به ایمانی که از زن و فرزندای او صادر می شود، در همونها پروا نداشته باشد، دعوت نداشته باشد، غمخواری نداشته باشد، از پس این گونه شخص ما نماز نمیخوانیم، زیرا در دل ما نسبت این شک شبهه وجود دارد. ببینید شما، زن حضرت لوط علیه السلام کافره بود، پیغمبر بود. زن حضرت نوح علیه السلام کافره بودند. بچه حضرت نوح کنعان کافر بود، پدرش گوش نمی انداخت. لیکن زن فرعون عاصیه مسلمان بود. به این خاطر البته از آدمای خوبم فرزندای ناخوب، زنهای ناخوب، دخترهای ناخوب می براید. یعنی این با عیب خود همان آدم خوب، همون پیشوا نیست، بلکه وی نمیخواهد که زن او دختری او این گونه باشد. وی کوشش میکند لیکن خدا اونها را هدایت نمیکند. لیکن مادام کوشش کننده نباشد، پروا نداشته باشد، انا این گونه شخص ما میتونیم از پسش نماز نخوانیم. السلام علیکم اکای داملا حاجی مرزا، خداوند شما را سالهای دراز عمر دهد. من یکی از مخلصان شما هستم، از ناحیه مؤمن آباد هستم. سوال: خسور و خوشنامنم از سبب امر معروف و نهی از منکر، تماشا و گوش کردنم رفت آمد را به خانه ما قطع کردند. بابای حاجی، آیا ما هم رفت آمد را قطع کنیم؟ التماس بابای حاجی زودتر جواب گردانید، ضرور است. در آخر در حق ما دعای خیر کنید. این خواهر کدام خواهر خیلی مسلمان بوده است که همیشه امر معروف نهی منکر گوش میکرده است، تماشا میکرده است. خسر و خوشنامنش از این عملی کلین بسیار ناراحت بودند، بسیار ناخشنود بودند که مثلا کلین ما امر معروف گوش میکند، کلین ما امر معروف تماشا میکند. مقصد در جای اینها باید این رقص بازی را تماشا کند، باید فسق و فساد درآید. آخه چی مثال، این چی گپ است؟ این خیلی مسلمانیه که این امر معروف گوش میکند. مقصد این شاید خسر و خوشنامن همین باشد. و این خواهر از ما البته خواهش کردن که ما هم رفت آمد قطع کنیم. یعنی خدا رحمت کند حضرت سعدی را، او میگفت ادب از کی آموختی؟ میگفت از بی ادب. هرچی اونها بد کردن در چشم ما بد آمد، ما او را ترکش ساختیم. مثلا این خسر و خوشنامن بی آدابی کردن، خب رفتار نادرست کردن، به خاطر که از این گونه کلین یا از این گونه فرزند شکرانه به سوی خدا بیارن که خداوند این خیل فرزندی خوب برای ما نصیب کرده است که همیشه گوش کننده امر معروف و تماشا کننده نهی منکر است. شکرانه این بجا بیارن، باز چی هست؟ ناشکری را که در عوض این بجا آوردن، پس این یک بی‌آدابی و یک بد اخلاقی خود همون خسر و خوشنامن نشان می‌دهد. حبیب خدا در حدیث های مبارک میگوید لا تجعلوا بیوتکم مقابر. ببینین خیلی با اهمیت باشین، خانه هاتون به قبرستان مبدل نگردانید. خانه هاتون به قبرستان مبدل نگردانید. ان الشیطان ینفر من بیت الذي تقرأ فيه سورة البقره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید شیطان از خانه ای که شیطان میگریزد. ببین گریختن شیطان برای هر یک خانه این رحمت است، برکات است. از خانه ای که شیطان میگریزد، حبیب خدا میگوید شیطان میگریزد از خانه ای که در اون خانه سوره بقره خوانده شود. ببین در خانه ای که سوره بقره خوانده می شود، شیطان از او خانه میگریزد. ما کجا رفته ایستاده؟ امروز در خاندان اکثر مسلمان ما و شما باور که صاحب مگنیتوفون هم شد، صاحب تلویزیون هم شد، صاحب همه دیسک ها هم شد، صاحب ماشین هم شد، لیکن خدا اونقدر عقل و توفیقش نداده است که همونها را در راه درست صرف کند.
صاحب همه این نعمت ها کرد، لیکن عقلش نمیدهد که همه را در راه درست صرف کند. اگر در همون دیسک های شما، در تلویزیون شما، در مگنیتوفون شما اگر سوره قرآن صدا دهد یا موعظه ها گفته شود، میدانین از خانه شما شیطان میگریزد، خانه شما در فیض می شود، برکات می شود. برادرای ما امروز صاحب ماشین هستند، بهترین ماشین ها را سوار می شوند، لیکن زمان در ماشینش میشینیم، باور کن ما در ماشین همون کس میشینیم، آنقدر خدا توفیقش نداده است که همون موزیکش را پس کند، همون را در پیش ما با بلند میکند. اگر جوان عزیز از نافهمی باشی توبه کو، خدا میبخشد. لیکن اگر قصدن همچنان رفتار کردن بگیری، به خدا قسم در زیر وعیدی که خداوند در قرآن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. ببین چشم ها، گوش ها، هر یک اعضای تو مسئولیت دارن پیشگاه خدا. در با این گوش و با این چشم البته تو جواب میگویی. خداوند قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خداوند میگه مؤمن نجات یافت. کدام مؤمن؟ ببین همه شما مؤمنین، همه شما مسلمانین، شما نجات میابین. کدام وقت؟ عن اللغو معرضون، وقتی از سخنهای بیهوده را گوش کردن شما گوش هاتان محکم کنین، گوش نه اندازین، شما در پیشگاه خدا نجات میابین. نام مؤمنی داری، مسلمانی داری و حتی در محله ها زندگی میکنین، باور کنین صدای همون موزیکش 10 خانه را فرا میگیرد، عیب نمیداند، شرم نمیداند. تو رقص و بازی را دوست میداری، قطعی همون زن فرزندت پس کرده در خانه گوش کردن بگیر. و مسلمانی هست که بیزار است از این و در خانه صدای قرآن باشد، در خانه صدای امر معروف و نهی منکر باشد، خوش به حالت، انا مسلمانی، انا ایمانداری. و تو میلش موسیقی را هم گوش کردی، همون شعری را گوش که به فایده جانت باشد. و بیزار شدیم همین تررم و بررم و بلا و بترم اینا، بیزار شدیم به خدا. و همون صحنه های باور کنین همون تئاتری را بعضش حرام کردن، به همون لباس ها و به همون شیرخانی هاشون، و همه را رسوا کردن، فرزندامون همه را از راه بیراه کردن. آخی شما با کی رفتید؟ روی کی میرید؟ کی را دوست داشتید؟ و خدا در قرآن انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن آشکارای شماست. و خدا اعلانش دارد دشمن تانه پیرو دشمن بشید. و قرآن برای شما دوست میگه، عالم برای شما دوست میگه، امر معروف برای شما دوست میگه، دوست مانده دنبال دشمن میره. و کسی دنبال شیطان میرد، عاقبت همراه شیطان در دوزخ است. آخر از گفتنی بسیار در پیش ملاها هم باور کن، در پیش ارتیساش هم، در پیش حکومت هم بدنام شده. آخر کی میفهمید شما؟ بعضی رفیقای داشتیم حتی صاحب منصب شدن، سلام نمیکنن، قدیما نامت بد شده است و با پشت نمی سخنی حق بد شدگی است. و دیگر من یگان راه بد ندارم، لیکن کی شما سخنی حق قبول میکنید؟ و مانده شده من گفتنم. باور که درد من میکنن. پنج وقت نماز داریم، نماز جماعت داریم، مولایم، حاجیم، شیخیم، صوفیم، تویای ما شما را میبینن، باور کنین معصیت گناه را خنده میگیره. برای من خواهر عزیز رفت آمد قد نکن، رفت آمد کردن بگی احترام خسر خشتامن تا بجا بیاد. این از روی جهالت نافهمی بیچاره. انشاءالله روزی از روزا خدا هدایتش میکنه. دعا کن که خدا هدایتش کنه، وای گمراه است. سلام علیکم بابای حاجی میرزا، التماس با همین سوال من جواب دهید. برادر من کسل پوست است. من گفتم که ای برادر تو از خدا طلب کن، خدا شفا میدهد. او مرا از خانه پیش کرد، بعداً گرم چشمه رفت، از آنجا سنگ و آب آورد،
من گفتم که تو شرک میکنی، پدرم باشد در عوض این سخن ما را لطقین کرد. داملا چی میگویی؟ برادر عزیز، گرم چشم رفتن این غلط نیست. آدمی که مثال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لکل داء دوا میگوید، هر یک درد دوا دارد. مقصد آدمایی که کسل پوستن میروند در گرم چشمه از در کجای روند تبابت کردن بگیرن، لیکن شفا را از خدا ببینن. از اونجا بعد هر یک نوده درخت بعد سنگ این مزار گذشته شده است و این تبرکه اینایاش دروغن، ایناشا باور نکنید. همه وقت شفا از خداست. خداوند شفا را میبخشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک جوان زن دارد، تخمینا 3-4 سال شده است که فرزند نیافته است و با زن دیگر عاشق شده است. وی زن بیوه و صاحب 2 پسر است. این زن بیوه با این جوان میگوید که زنی خودت را سر میدی بعد من به خانه ات میآیم. زن یکم را پیش کرده است و اما او را طلاق نداده است. میخواهم که جوابش را از شما شنوم. همان جوان در همین مسجد شما نماز میخواند. خیلی مادام زن این بیوه را گرفته است، 2 فرزند دارد، این گناه نیست گرفتن زنی بیوه. گرفته است، زن اوله که از خانه پیش کرده است بینش طلاق شده. طلاق دادن الکی برای تو مثال زندگی نداری نیت با او، طلاق شده. نیت داری زندگی، بیار زندگی تا کردن بگیر. از همین 2 را یک تاش انتخاب کن. بسیار از جوانایی که دختراشان 3 سال و 4 سال بیچاره در خانه طلاقشان میکنن. طلاقشون کنین، اینم یک نامردی است. بگذار ویم شوهر کنه در باز زندگیش رو ببیند. چگونه ای که تو فرداش در زن گرفتی، ویم بیچاره باز امو عیدش که گذشت رفته شوهرش کردن بگیرد. هیچی باقی ندارد اینا. السلام علیکم دوملا. زن گرفتن فرض است یا سنت؟ اگر فرض باشد یا سنت دلیلش چیست؟ اگر زن پیشنهاد کند که ریشت را تراش بعد در نکاح تو راضی هستم، چیکار کنم؟ یا میگوید که خانه به نامم بگیر بعد نکاح کن. آخی مسئله خانه گرفتن ده، ولی بسیاری جوانا بسیاری برادرای هستن که میگوید وقتی کدام زنی را که میگویی که مثال بیا در نکاح من درام، میگه اول خانه تا به نامم کن. و میلش چی گپی نیست؟ و تو زن گرفتن میتوانی خانه به نام او گذرانی جنایت است. و پگه تو هم ای دنیا گذشتی و را بچه‌های تو ای خانه پیش میکنن کجا رو؟ و حق دارد یک خانه را به نامش کن. و زن کو لازم بوده، زن داشتن در کار بوده، در زن داشتن وقتت خوش بوده، پس چرا برای خانه جدا نمیکنی؟ بگذار صاحب خانه باشه، یگان گناهی نداره. خب خیلی دویم سوالش جواب گفته بودیم. زن گرفتن سنت است. سنت است یا فرض گفته است. دلیلش در چیست؟ دلیلش حدیث پیغمبری خدا هست. با رئیس صحابه میگن از خانه رسول اکرم آمدن، راوی های حدیث میگن که نمیدانیم کدام زن پیغمبر بود و پرسیدن از عبادت پیغمبر. پرسیدن پیغمبر چه خیل خانه در عبادت میکنند. مقصد خواستن که عبادت های خانه بودگی پیغمبر آموزن و از همون چیکار کنن در خانه های خودشون عملی گردانند. وقتی آمدن گوش کردن، گویم هر 3 اینها به یک خلاصه آمد. مقصد عبادت پیغمبری خدا را شاید که ناچیز شمارد، یعنی کم بود عبادتش. و با یک دیگر گفتن خیلی وای پیغمبر است، او را خدا اول و آخر گناهش بخشیده است. و یکی از اونها چی گفت؟ گو من ابدی روزه میگیرم، هیچ وقت روزه من نمیشکایم. دیگرش گفت من همه شب خواب ترک کردم، همیشه با عبادت می ایستم. دیگر گفت من هیچگاه زن نمیگیرم. نزد همون زن پیغمبر گفتن، از خانه پیغمبر بیرون شدن. وقتی پیغمبر خدا آمد، این زن به پیغمبر خبر داد که 3 نفر آمد همچنان
سخنرانی کردن و از خانه بیرون شدن. پیغمبر خدا آمد نزد اونها گفت شما بودید همون کسانی که خانه من رفتید؟ گفتم بله. شما بودید آن کسی که گفتین ابدی روزه میگیریم، شب دراز نماز میخونیم، خواب نمیکنیم و هیچگاه زن نمیگیریم؟ گفتن بله ما بودیم. حبیب خدا گفت آگاه باشید که من از شما دیده در پیشگاه خدا میترسیدگی شخص هستم و من از شما دیده در پیشگاه خدا قدر و قیمت زیاد دارم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگر شما از سنت من روی گردانید پس از من نیستید. شما گفتم مقصد منم پیغمبر هستم، روزه میگیرم، با روزه من میشکایم، خب شب نماز میخونم، شب دیگرش با خواب میکنم و زن میگیرم. پس شما اگر این سنتای من از سنتای من که روی گردانیم پس شما از من نیستید. و این خاطر زن گرفتن این سنت است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یک برادر برای ساختمان او روز اینجا یک مبلغ آوردن که در حق من دعا کنید، در حق گذشتگان من دعا کنید. اکای حامیدم اینجا یک مبلغ دادن. یک برادر در حق مادرش که وفات کرده است و پدرش را خدا توفیق عطا کند دعا خواسته است و در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه میکنند دعا کنید. خب و یک برادر دیگر منم اینجا یک مبلغ در دست ما دادن. برادر عمر از مسکو با همراه یک چند برادر دیگر نامشان گرفتن، در حق ایشان هم گفتن دعا کنید. البته همیشه ما در حق آن برادرایی که کمک کننده هستند برای آبادی این مسجد همیشه دعا میکنیم و برای برادرایی که در صندوق خیریه هم خیر میکنند در حقشون انشاءالله همیشه ما دعا کننده هستیم و بار دیگر دعا میکنیم که خداوند این خیر احسانها را قبول بگرداند و هر آرزو و امیدی که این بندگان کردن خدایا امید و آرزوهاشون حاصل بگردانی، گذشتگانشون خدا رحمت و مغفرت بگردانی. همه مسافرهای این تاجیکستان ما را، تمام مسلمان ها را خداوند صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار آمين يا رب العالمين.